داستان بسیار زیبایی رو پدر ایشون ذکر میکنن. در وقتی که استاد خلیل، استاد محمود موقع محمود 2 سالش بیشتر نبود، پدرش خلیل السید، اسم فامیلی ایشون در اصل سید بوده، محمود خلیل الحصری، خلیل نام پدر ایشون هست و حصری فامیلی ایشون هست، محمود الحصری، خلیل نام پدر ایشون هست. شیخ خلیل پدر ایشون کارش حصیر بافتن بوده، حصیر درست میکرده و در مساجد پهن میکردن و هر جایی که مسجدی میدیده ایشون که اونجا حصیری نداره میرفته با هزینه خودش حصیری درست میکرده و پخش میکرده. انسان خوش قلبی که الله تعالی به مانند قلبش با اون برخورد کرد و ایشون به همین خاطر از اونجایی که زیاد حصیر استفاده میکرده به خلیل الحصری مشهور میشه به جای خلیل السید و فامیلیشون میگذارن حصری. مردم ایشون رو به اسم حصری میشناختن. شبی خوابی میبینه که از کمر ایشون خوشه انگور بسیار بزرگی خارج شده و مردم میان از این انگورها میکنن و استفاده میکنند و میخورن و هیچ تمامی هم نداره و هی استفاده میکنند و این خوشه انگور رو مردم همچنان از دانه های اون میکنند و نوش جان میکنن و باز هم دانه های جدیدی خارج میشه. به پیش یکی از مشایخ ازهر شریف میره و از اونجا میپرسه که این چه خوابیه، تعبیرش رو میپرسه و تعبیر رو اون بزرگواری که خوابشون رو تعبیر میکنه میپرسه که شما فرزندی داره؟ میگه بله، پسرم محمود 2 سالش. و اون شیخ بزرگوار میگه اینشون رو بگذار تا در راه دین خدمت بکنه و دروس دینی رو یاد بگیره و خادم قرآن بشه که امیدوارم این فرزندی بشه که خیر اون برای امت جاری و ساری باشه و فرزندی بشه که از این امت استفاده های فراوان ببرن. بعدها خلیل الحصری فرزند خودش محمود رو در جایی میبینه که در دروس دینی رو تمام کرده، یک قاری زبردسته و استاد محمود خلیل الحصری بعدها شیخ القراء کشور مصر شد. بعد از گذشت 35 سال از وفات ایشون هنوز هم مردم از اون خوشه انگور میگیرند و نوش جان میکنند و همچنان اون خوشه انگور کام مشتاقان قرآن کریم رو شیرین نگه میداره. خوش به حال چنین پدرانی و خوش به حال چنین فرزندانی که خیرشون در امت جاری و ساری است. الله تعالی تمام خادمین قرآن کریم رو این گونه توفیق بیشتر عطا بفرماید و همه رو جزای خیر بده و آرزو داریم که ما و شما رو هم در اون لیست، در پایین این لیست، حتی ولو در حاشیه های این کاغذ هم نام ما و شما رو هم یادداشت بکنه که واقعا در این لیست بودن خادمین قرآن افتخار بسیار عظیمی است.